عندهم بین کنم هست نفر. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز و خواهران گرامی، امیدوار هستم که جور و صحتمند و لباس عافیت بر تن داشته باشید. خداوند بزرگ هزار بار شکر که باز بر ما تن سالم، صحت فراوان عطا فرمود تا ای که بتانیم دره به دره، کو به کو، دشت به دشت، قریه به قریه سفر کنیم و بیاییم تا ای که به قریه مخوی ولسوالی ورسج ولایت تخار برسیم. امروز آمدیم به فضل احسان پروردگار به این قریه که قسمی که شما میبینین آخرین قریه ولسوالی ورسج است که هنوز برف وجود داره و بابت از اینکه چند روزم آفتاب است اما برف آب نشده و هنوز برف وجود داره و هوای جا بسیار سرد است و امروز شکر هزار بار خدا را که آفتاب است، ما از این سردی کمه که در امان هستیم. همگی قریه نیازمند است اما ما و دنبال نیازمندترین ها هستیم. کمک ها و تحفه های شما عزیزان و مهربانان توضیح میکنیم تا اینکه بتونن استفاده کنن و همکارا را منتظر ما هستن. بریم بخیر کنه وقت بشه. همیش سعی کنین خونه داخل کونه است نه؟ خب چطور یک خانه است را روکش سعی کنین در رو بزن. چقدر زیباست، بسیار یک چیز مقبول زیبا. تق تق کنین بگه برای نمایشون یک صحبت. مایی که به کوگردی عادت نداریم زود خسته میشه. سلام علیکم. پدرم سلام. صحت شما خوب است؟ بخیر هستین؟ جانتان جور است؟ بین داخل زنده باشی پدرم. قربانت شم. قیدم یک دیگه مهربانی باش مبیرو باش خوب باشید بخیر سلام خوب باشید زنده باشی پدر. قربانت شم. بین میگه یک ببینیم اتون. کی بیاین پای زنده باشی پدر. سلامت باشی. چطور هستی پدر؟ خواه شفا باشه. خداوند شفا بده. سلامت باشی. بخیر باشی. نه داخل نمیایم پدر. داخل نمیایم. بسیار زیاد تشکر. قربانت شم. سلامت باشی. بخیر باشی. الله. چطور هستی پدر جان؟ همراه هوای سرد. خوبه هزار باشی خوبه. هوا بسیار سرده. خواهد طرف پروردگار سردی خوشگاه طرف خدای. بشک. چطور وضعیت روز و روزگار؟ روزگار هزار لشیگر به حساب زمینداری گفا 4 زمین داریم. 4 شکر است. برمویش هم شکر. بچه کلان تمیز. بچه کلان یک کلاس میشه. خب بسیار خوب پدر عزیز، آمدیم که یک احوالتان بگیریم و یک دستایتان ببوسیم. قربانت شم. زنده باشی. خواهش میکنم. نه استغفرالله. یک احوالتان بگیریم انشالله بتونیم براتون در این هوای سرد یک همکاری کنیم. سلامت باشین. زنده باشین. قربانت شم. مزاحمت نمیکنم برات پدر جان. هوا سرد است. زنده باشی. بسیار زیاد تشکر. انشالله باز بخیر که دیگه دفعه آمدیم چای میخوریم. همینجوری تازه بخری بهتر نیست؟ کمک کارمو مونده کار خلاص کنیم. کارمو مونده امانت هموطنای ما سرماسمو را خلاص کنیم راحت شویم بخیر باز میایم چای میخوریم. برو بخیر طرف خانه دیگه. برو بخیر پدر آزارت نمیتیم تو جا. نه زنده باشی پدرم. سلامت باشی. برو بخیر انشالله اول تا میریم پدر. بریم پدر. رفتیم. خداحافظ پدر. الله نگهدار. الله نگهدار. صحتتون خوب است؟ بخیر هستین؟ بخشی به زحمت ساختین. خدا بخیر. صحت خوب است انشالله. زنده باشی پدر جان. ما از بنیاد خیریه امید حیات آمدیم تا اینکه یک احوال شما را بگیریم. خواه گوششون نمیشنم. زنده باشی پدر موسی پدر. خدا مهربان است. ما آمدیم تا اینکه احوال شما را بگیریم و هموطنان عزیز ما لطف کردن مهربانی کردن براتون تحفه روان کردن انشالله براتون تقدیم میکنیم. زنده باشی پدر. برو بخیر طرف خانه که هوا سرد است خنک نخوری. باز اول تا میگیریم بخیر. رفتیم. خداحافظ پدر جان. خداحافظ. الله نگهدار. خب همین است.
بله این است که مثلا آدم فقیر آدم ناتوان این خانه رو می‌بینیم است خانه فقیرانه گلی دیگه نیاز نیست که آزاد شد میتونیم دیدیم. بله هموطنان عزیز و مهربان، استاد اسم مبارک فضل احمد بزرگی منطقه هستند، لطف کردن مهربانی کردن با ما همکاری کردن در قسمت پیدا کردن فامیل های نیازمند و نیازمندترین. از او خاطر دیگه همراه ما داریم تا اینکه راه بلد باشد. بفرمایید خیلی بفرمایید. این خانه سخیه نمیره میگه که در وقت بیای سیب باشه. قربان شما پدر، زنده باشی. چطور وضعیت روز و روزگار؟ شکر خوب وضعیه خیلی عوام میرسنه بشک الحمدلله الحمدلله هزار بار شکر. ما هم میای سولی مریض نمیای سول شفا میرسنه شفا باشه پدر جان. اول گرده عمل کردیم مو دوباره میشم خواه با گرده دیس کمر الله و دیس کمر ولی اثر پدر جان به خاطر کمرت میگی. خداوند شفایت بده. شکر به الله. خدا شفایت بده پدر عزیز. آمدیم که یک احوال تا بگیریم. مهر، محبت، صمیمیت، هوای تازه، اکسیژن خالص دیمت یک جای پیدا میشه. اگر برای یک روز هم در یک جای باشه آدم خیلی لذت میبره. خیلی جای زیباست و پدرم تا ای که برای ما سیبه نداد ما را رخصت نکرد. اینم اینجا پایین کنین بانونی. ما در قریه مخوی ولسوالی ورسج ولایت تخار هستیم و دورترین نقطه از ولسوالی ورسج است. تا به همینجا در مدت که یک شب و یک روز حرکت کردیم و تونستیم تا اینجا برسیم. نه نخواد شما باز هموطنان عزیز و گرامی با فضل احسان پروردگار مواد تنظیم کردیم و قرار است که در مرکبا بار کنیم تا اینکه هموطنان عزیز ما بیاین ببرن و استفاده کنن. و همچنین تعدادی از خانواده ها در این قریه متاسفانه مرد ندارن و ما خواستیم این مسئولیت رو بپذیریم تا اینکه مواد ببریم در به خانهشان تحویل بدیم. میگیرین بار کنین بخیر که ببریم. یک بوجی آرد، یک بوجی برنج، 2 قوطی روغن، 2 قوطی رب، چای، یک سیر بوره، یک سیر نخود و همچنان مکرونی. جا داره که سپاسگزاری کنم، قدردانی کنم از شما هموطنان عزیز که لطف کردین، مهربانی کردین و امانتتان به دست ما سپردین و ما آخرین کوشش و تلاش خود میکنیم تا اینکه در هر نقطه از افغانستان فامیل نیازمندی وجود داره از این تحایف شما، از این تحفه شما و این امانت شما را برشان برسانیم. و ما میخواهیم که همینجا یک دم بگیرم و در ضمن و ما مطمئن هستم که امشب هر خانواده ای که از این مواد استفاده کنه دعا میکنه. مبلغ 2,11,824 افغانی که ما را شامل کمک‌های زمستانی خود کردیم و آوردیم در روستای مخوی ولسوالی ورسج ولایت تخار که با فامیل‌های نیازمند این روستا مواد غذایی تقدیم کنیم و بتونن در فصل سرما استفاده کنن. بیا که بخیر بریم. مرحبا، ما بده که زوری تو نمیرسه. هموطنان عزیز و گرامی، رسوندیم پشت درب یکی از خانواده‌های گرامی پدر جان که گفتن در خانه کسی نیست و تنها خودشان بودن، ضعیف بودن. از او خاطر خواستیم برشون بیاریم مواد برسونیم. بازش کو که تسلیمشون کنیم بخیر.